با خلاصه خبر گزارش از تاجیکستان و جهان، من شعله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. امروز 17 می است و یک مرور میکنیم به سرخط موضوعهای روز. بدودگری سیل در جنوب تاجیکستان. بر اثر بارانگاری ها در ناحیه 5 منزل ها خراب و چند نفر هلاک شدند. مقامات محلی به این منطقه رفتند. ترامپ میرزیویف را فردی صاحب احترام در ازبکستان و خارج از آن نامید. رهبران دو کشور دیروز در کاخ سفید ملاقات داشتند. گرین کارت امریکا روی رسیدن به کشور امکانیت ها، اما وقتی نه همه شرکت کننده های آزمون آمد کرده است. در لاتر گرین کارت وای مسپرام اویلاوی، اما متاسفانه نگذاشتم. بارانگاری های شدید شب 16 می در جنوب تاجیکستان تلفات جانی در پی داشت. ستاد حالت های فوق‌العاده خطلان گفت که در ناحیه 5 3 نفر جان باختند. قربانیان حادثه 2 کودک و 1 مرد می باشند. در یک ویدیویی که کاربران رادیو آزادی از محل حادثه به ما فرستادند، دیده می شود که سیل به خانه ها آسیب رسانیده است و راه و پل ها را ویران کرده است. کمیته حالت های فوق‌العاده یک هیئت را برای رفع عاقبت های فلاکت طبیعی به منطقه فرستاده است. مقامات در فرخار هم گفتند که شب گذشته سطح آب دریای سرخاب بلند شده است و قسمتی از منزل‌های ساکنان در دهه‌های سرخاب و قزلسو زیر آب ماندند. هواشناسان تاجیکستان میگویند باران‌ها تا 20 می ادامه می‌کنند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. این شب و روز هزارها نفر از تاجیکستان به وبسایت وزارت خارجه آمریکا وارد می‌شوند تا ببینند که صاحب کارت سبز گشتند یا نه. طلبگاران زندگی در آمریکا سال به سال در تاجیکستان زیاد می‌شود و شرکت در آزمون گرین کارت از وسیله آسان‌تری رسیدن به مراد است. امسال وقتی کی خندید و کی‌ها را ناامید کرد، سربینازی روح‌الله به ما و شما می‌گوید. مهلتی بررسی عریضه‌های داوطلبان کار و زندگی در آمریکا به انجام رسید. شروع از 15 می مسئولین لاتریای معروف به گرین کارت اعلام کردند که می توانند از سامانه رسمی شعبه کارهای خارجی آمریکا پاسخ مثبت و یا منفی درخواستشان را گیرند. طول 2 سال است که در لاترای گرین کارت وای مسپرام اویلاوی، اما متاسفانه نگذاشتم. آنهایی که هنوز پاسخ درخواستشان را نگرفتند امید دارند جواب مثبت برایشان ارسال شده است. آزمون لاتریای گرین کارت ماه اکتبر سال گذشته آغاز گردیده از تاجیکستان هزارها نفر برای طالع خود را سنجیدن به نقطه‌های مرکزی تهیه سند مراجعت کردند. بخت برای سید ابرار خندید. سال گذشته ما در همین MBO گرین کارت اپلای کرده بودیم، گذاشتیم. اویلام برید آزی کارمون رفتستم. اکثریت آنهایی که میگویند از پاسخ عریضه‌های خود آگاه شدن نتوانستند، شاید توسط براوزرهای گوگل کروم، موزیلا و یا اپرا تلاش وارد شدن به این صفحه را کردند. برای آنهایی که تا هنوز جواب درخواست‌هایشان را پیدا نکردند، توصیه داده می شود که توسط براوزر اینترنت اکسپلورر می توانند وارد شوند و به مشکل این صفحه را باز کنند. هر سال به حساب میانه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان برنده این لاتریا شده برای دائمی به آمریکا میکوچند. طبق ارزیابی‌های رسمی تنها بر اساس کارت سبز در دوام 5 سال اخیر از تاجیکستان به آمریکا 2760 نفر رفتند. در ادامه موضوع آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور روز 16 می در کاخ سفید با همتای ازبک خود شوکت میرزیویف ملاقات کرد. بعد سال 2002 بار اول است که رهبر ازبکستان به واشنگتن سفر رسمی انجام می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات میرزیویف را مردی صاحب احترام نامید. میزبانی رئیس جمهوری ازبکستان در اینجا برای ما یک افتخار بزرگ است. او مرد بسیار محترم در کشورش و بیرون از آن است. ما در مسائل زیاد از نزدیک همکاری داریم. این زمان شوکت میرزیویف دونالد ترامپ را ستایش نمود که در زمان کاری او اقتصادی آمریکا رشد کرده است. بین هیئت‌های دو طرف با ارزش 6 میلیارد دلار یادداشت‌های حسن تفاهم امضا شده است. درباره این سفر قبل از برنامه صحبت داشتیم با سیروجدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی، و نخست از او پرسیدیم که تا کجا توافقنامه‌ها عملی شونده هستند.
خب البته 6.5 میلیارد این توافقنامه است. شرکت های بزرگ امریکا میخواهند به ازبکستان بیاید سرمایه‌گذاری کنند، ولی این معنی ندارد که اینها الکی تصمیم گرفتن و حتما این پول را به کشور میبرند. این توافقنامه هست که اینا میخواهند به ازبکستان اینقدر سرمایه‌گذاری کنند. به نظر من این اهمیت خیلی مبرم دارد برای ازبکستان، چون ازبکستان نیاز بزرگ دارد. حتما از کشورهای غرب مخصوصا از امریکا آمدن این سرمایه برای رشد اقتصاد کشور اهمیت کلان دارد. به نظر من این اولین اقدام است و در آینده البته پس از امریکا دیگر کشورهای غرب، بریتانیا مثلا، فرانسه، آلمانیا به ازبکستان سرمایه گذاری میکنند. البته شرط های خودشان دارند، ولی در مجموع این جریان آغاز شد. سوال دیگر از سروجین اسلام این بود که آیا شوکت میرزیویف میتواند در همکاری‌ها با دو ابرقدرت امریکا و روسیه که با هم رقیبند توازن را نگه دارد؟ البته ازبکستان کشوری بزرگ است. از لحاظ نفوذش مثلا در آسیا مرکزی بزرگترین کشور است و جایگیری جغرافی او یک اهمیت مرکزی را میدهد به ازبکستان. فرق ازبکستان از قرقیزستان و از تاجیکستان این است که مثلا در قرقیزستان و تاجیکستان بازه‌های حربی روسیه موجود هست ولی در ازبکستان نیست. اولش این. دومش ازبکستان راه مستقیم به افغانستان دارد. روسیه نیز میداند که مثلا ازبکستان رول کلیدی میبازد. امریکا نیز اینا میداند و هر دو طرف میتونند مثلا با ازبکستان یک علاقه های رشته های حسنه را داشته باشند و از این وضعیت البته شوکت میرزیویف به نظر من میتواند عادلانه و عاقلانه استفاده کند. سروجین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. برمیگردیم به تاجیکستان. در نویای ووسه پس از 8 ماه وفات زنش یک مرد 40 ساله و پدری 4 فرزند خودکشی کرده است، اما سبب مرگش نه فراق همسر پیشین بلکه مخالفت فرزندان به ازدواج دیگر باره بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مومن احمدی میبینیم. دوباره ازدواج کردن یک مرد باعث تضییق و فشارش گردیده، میگویند طاقت نکرده خودکشی کرده است. در خونه راه ندادن پدر پیش کردن نکنم. 8 ماه پیش زوجه سای محمد ابراهیموف ساکن 40 ساله ناحیه ووسه بعد نش زدن زنبور فوتید. سای محمد بعد 7 ماه مرگ او خانم نو را به خانه آورد و این رفتار پدر را فرزندان نپسندیدند. پدر شتا نکرده است. فرزند تو کی را پرسیدی زنگ گرفتی؟ ای راسیا فرزندی که خون نیامی پدر او چخل کلام کرده به این روز رسونده است. او سوال بوده که تو کی را پرسیدی زنگ گرفتی؟ رجب علی برادر مرحوم سنتگر است و چنین سوالگزاری فرزند پیش پدر او را به حیرت می آورد. پدر وظیفه دور باشه پسر پرسیده بعد یک کار کردن مایل گفتن که زن پسر بوده بعد راحت میتیم تو تایمون نیستی گفتن ما تنها داریم. مرجانه رحیم‌آور روزهای اول زندگی و زیر فشار ماندن شوهری سابقش را به یاد می‌آورد. به قول او روزی اول پا گذاشتن به خانه شوهر دچار حمله‌های نامفهوم گردید. اون دختراش همونجا اومدن که نه یا نفرویا خانه ما بچهش دوید که اگر فرویا تورکشش میکنه. معمولا در تاجیکستان مردها بعد از انجام مراسم عزاداری که تا 1 سال دوام می‌یابد به فکر بنیاد عائله نو می‌شوند. پدر و یا که مادر اگر در محل پیش از همون مراسم های عزاداریشون اگر که خانه‌دار شوند در این حالت بسیار میشد که فرزندان مخالفت میکنند. عربی دوست مراد وقتی همسرش وفات کرد برای فرزندان یتیمش مادری نو آورد. بین عائله ما یگان نافهمی وجود ندارد. من همسرم 2 فرزند تولد کرد ماه 10 ماه اپریل ده. پسرم از مسکو برای اونها توفه روی کرد. با وجود نفوذ پدر او به این نظر است پیش از آوردن زن نو
مرد باید با فرزندانش مصلحت کند. بسیارتر همون میراث با فرزند خورده که میراث میگذارن، از همین لحاظ هم بسیار مخالفت ها در دویم بار خانه‌دار شدن والدین محض از همین حساب دیده می شود. مرجانه رحیمова 10 روزی زندگی با شوهرش را لحظه های خوشی می داند. به نظر او اگر فرزندان سید محمد او را قبول می کردند، از فشار روانی پدرشان دست می کشیدند، می توانست برایشان مادر خوبی باشد. дар тоҷикистон озору азияти лафзии духтарон масалан дар роҳ ё ҷои дигар маъмул аст, аммо солҳои ахир азияту озори ҷинсии онҳо зиёд шудааст. баъзе аз занон шикоят мекунанд ки мардони ҷои корашон ба онҳо пешниҳодҳои номуносиб менамоянд ва онҳо маҷбуранд аз кор бираванд ё чунин рафторро таҳаммул кунанд. гузориши ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время дар ҳамин бора аст, аммо қаблан бояд гуфт ки наворҳо аз кӯчаҳои душанбе бардошта шуда ба қурбониҳои дастдарозии мардон дахл надорад. سمیرا نام مستعار زن است که میگوید از طرف همکاران مرد در جای کار بارها هدف آزار جنسی قرار گرفته است. او میگوید نه تنها رهبر و همکاران بلکه ناظرانی که برای سنجش مؤسسه آنها می آمدند با او حریصانه می نگریستند و پیشنهادهای نامناسب می کردند. پیشنهادهای نامناسب میکردند. مثلا میگفتند بیا جای رویم بشینیم. سبب رفتنم از کار محض همین بود که دائم جواب رد میدادم. جامعه شناسان میگویند که در تاجیکستان آزار جنسی و دست درازی به دامن زنهای بیگانه ظهورات نو نیست، اما معمولا در این حالتها خود زنها را گناهکار میکنند و میگویند که این زنها هستند که مردها را به دست درازی تحریک میدهند. مثلا لباس باز میپوشند، خود را آرایش میدهند. بعضا تنها زیبا بودن زن کافی است که هدف خواهش های شهوانی مردهای همکارش قرار بگیرد. زنانی که آزار میبینند اکثرا خاموشی را اختیار میکنند و نمیخواهند که از چنین مناسبت دیگران آگاه شوند، چون از بی‌آبرو شدن میترسند. وقتی کار از کار گذشت مجبور میشوند که جای مراجعت کنند. جامعه مردها را برای نگاه‌های شهوانی به زنها و دست درازی جنسی محکوم نمی کند. این حالت زنها را مجبور می کند که تحقیر را خاموشانه فرو ببرند و آزار دهنده را به دادگاه نکشند. زنان تاجیک نه تنها دست درازی مردها را تحمل می کنند، بلکه اگر تجاوز هم شوند این جنایت را پنهان نگه می دارند. همین سال تنها 5 زن از تجاوز شدنشان به نهادهای حفظ حقوق شکایت بردند. هرچند گفته می شود تعداد قربانیان تجاوز جنسی بیشتر است، ولی آبروی حفظ عائله و کار و درآمد زنها را از مبارزه باز می دارد. با نظرداشت وضع کنونی اقتصادی و میزان بیکاری برای زنان پیدا کردن جای کار مشکل است. از طرف دیگر این به سن و سال هم وابستگی دارد. معمولا چنین موردها طریق رسانه ها معلوم می شود. گذشته از این مراجعت زنان به نهادهای حفظ حقوق می تواند در فعالیت بعدی کاریش تاثیر منفی رساند. Оно может неадекватно впредь отражаться в профессиональной деятельности женщин. حقوق شناسان به زنانی که مورد دست درازی مردها قرار گرفتند مشورت می دهند که خاموش نباشند. برعکس برای حفظ آبرو و حقوق خود آزار دهنده را به دادگاه بکشند. гузориши настоящее время дар тақдими ҳамкорам Соҷидаи Мирзо буд. дар зимн дар қонунҳои Тоҷикистон барои ҳаракатҳои шаҳвонӣ бо истифода аз вазифаи хидмати муҷозот пешбинӣ шудааст, аммо шикояти занон барои дастдарозии мардони ҳамкорашон хеле кам иттифоқ меафтад. мо бояд чанд хабари дигарро низ дар барнома ҷой медодем, аммо мутаассифона бо бинобар кам будани вақтамон ба ин хабарҳо ҷо нарасид ва фардо ба шумо тақдим хоҳем кард. ҷузъиёти хабару гузоришҳои имрӯзу дирӯз ва мавзӯи рӯзро шумо метавонед дар сомонаи мо cw.ozodi.org пайдо кунед. саҳифаҳои мо дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва албатта азизон тамошои озоди видео ютубро фаромӯш накунед. ҷаҳони сипос ки имрӯз ҳам бо мо будед ва то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо.